با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با ما زیاد می نویسند، زنگ میزنند، از افسردگی شکایت میکنند، از تنبلی، از اونه که یک انگیزه ندارن یا شوق در زندگی ندارن بعضی جوانان و به همین مونان شکایت میکنند که با متخصصان علوم انسانی از جمله با روانشناسان زیادتر صحبت کنیم و آنها با سوالهایشان پاسخ بگیرند. البته ما همواره گفتیم که خواندن کتاب، مطالعه کردن کتاب، یعنی کتاب‌های گوناگون، واقعا شما را از افسردگی، از تنبلی، از پریشان خاطری، از ناامیدی دور نگاه می‌دارد. خداوند در سوره مؤمنون آیه 115 چنین می‌فرماید: استعیذ بالله: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. این آیت واقعا یک سوال است ولی خیلی انگیزه دارد، خیلی جای فکر کردن دارد که ما در اون باید تفکر کنیم، اندیشه کنیم. خدا میگه که آیا شما فکر میکنید، آیا شما گمان میکنید که بیهوده خلق شده اید و به سوی ما بازگردانده نمیشوید یا بازگشتتون به سوی ما نیست؟ یعنی اینجا همین سوالی که آیا شما بیهوده خلق شده اید، آیا شما گمان میکنید، آیا شما فکر میکنید که بیهوده خلق شده اید، یک سوال است که بیشتر از مکتب‌های فلسفی، متفکران، دانشمندان از روزی که اندیشه پیدا شد، فکر پیدا شد تا به امروز سر این بحث و اندیشه ها و گفتگوها زیاد است. ولی قرآن خیلی زیبا میگه، خیلی جالب میگه و انگیزه هم میده برای انسان که انسان نباید این گونه اندیشه کند که در این نظام هستی، در این کائنات ناامید شود، دل سرد شود، افسرده باشد و این گونه فکر نکند که ایخای همین من بیهوده در همین زندگی تولد شدم، ایخای من بیهوده در همین زندگی بعد این اومدم. واقعا این طور نیست میگه. یعنی شما این خیلی گمان نکنید که شما بیهوده خلق شده اید، شما بیهوده آفریده شده. 60 سال و 70 سال و 50 سال و 100 سال زیاد شد زندگی میکنیم. این همین خیلی بیهوده نباید باشد، همین خیلی الکی نباشد، همین عبث نباشد. یعنی قرآن میگه شما گمان نکنید، شما فکر نکنید که همین خیلی بیهوده شما خلق شده اید. شما فکر نکنید شما بدون کدام برنامه، بدون کدام نقشه، بدون کدام تحریزی همین خیلی آمدید زندگی میکنید و میروید. نه، تمام آن چیزی که خداوند در این نظام هستی آفریده است اینها بیهوده نیستن، اینها الکی نیستن. اینها برای ما انسان هایند تا خودمان را بشناسیم، آفریدگار خویش را بشناسیم و تلاش بیشتر کنیم برای آباد کردن زندگی خود، برای آباد کردن جامعه خود. افسرده نباشیم، ناامید نباشیم، تنبل نباشیم. و واقعا هم قرآن کتابی است که از تمام همون کتاب‌های انگیزشی، تمام کتاب‌هایی که با قول موتیواسیونی زیادتر به انسان انگیزه میدهد، به روح انسان، به اندیشه انسان، واقعا معنویات انسان رو بالا میبرد. اونایی که البته این کتاب رو با تفکر میخوانن، با تدبر میخوانن، با شرح میخوانن، با تفسیر میخوانن و اندیشه سالم دارن، این کتاب آنها رو واقعا میسازد، روح انسان رو میسازد. از این خاطر آنایی که از افسردگی، از تنبلی، از ناامیدی زیاد شکایت میکنید با ما مینویسید، توصیه ما از برنامه کتابخوان در برابر همه اون کتابایی که برای شما توصیه میدیم که از این قرآن هم بخونید، با این کتاب اونس بگیرید، با این کتاب همخوانی داشته باشید. باور کنید در زندگیتون، در اندیشه‌تون، در حرکتتون، در اخلاقتون دیگرگونی ها با وجود میاد، یک دیگرگونی های حیرت انگیز با وجود میاد و شما میبینید که وقتی با این کتاب همیشه اونس میگیرید، از این کتاب برداشت های عملی دارید، تغییرات های بزرگی در زندگی شما وارد میشود. اقبال لاهوری میگوید که فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. جهان شما، اندیشه شما، فکر شما با خواندن این کتاب تغییر میکند و به سمت خوبی ها حرکت میکنید، به سمت خوبی ها تلاش میکنید و هیچ روزی شما، هیچ ساعتی شما، هیچ دقیقه شما در این نظام هستی، در این کائنات، در این روی زمین بیهوده نخواهد گذشت.